بی تردید ژرفای زبان فارسی مدیون تلاش شگفت حکیم ابوالقاسم فردوسی، بزرگترین شاعر و حماسه سرای ملی ایران است. معماری حکیمانه او در برپایی کاخی رفیع از نظم در زبان فارسی چنان استوار قامت افراشته است که در قرون و اعصار مسون از باد و باران و فرسایش سرافراز بر تارک فرهنگ ایرانی و اسلامی می درخشد و نام بلند آن شاعر گرانمایه را برای همیشه زنده نگه داشته است. برای بزرگداشت مقام این شاعر و سخنسرای نامی روز 25 اردیبهشت ماه هر سال به نام حکیم ابوالقاسم فردوسی نامگذاری شده است تا فرصتی فراهم آید که علاوه بر شناساندن این شخصیت بزرگ ادبی و اقشار مختلف مردم، زمینه حفظ این گنجینه و میراث غنی در همگان افزون گردد. نمیرم از این پس که من زنده ام، که تخم سخن را پراکندم.